آقا من نمیدونم این خوششانسی بود یا اینکه واقعا خدا واسه من بود. آقا داستان چیه؟ من یه روز میخواستم برم سوپرمارکت واقعا غذا بگیرم. اول رفتم کارت مامانم گرفتم و دیگه رفتم لباس و اینا وسایل رو گرفتم پوشیدم. بعد دیگه کم داخل مسیر سوپرمارکت رفتم جلوتر رسیدم مثلا به یه مثلا این مغازه سوپرمارکت یکی دیگه هم بود تو حرکت مسیرم، ولی خب اون یکم کوچیک‌تر و مثلا مینیمال‌تر بود دیگه، میدونین چیزی خاصی روش نداشت. من گفتم جلوتر اون طرف پارک بودش. بعد رفتم جلوتر و بعد یهو دیدم چی شد، یهو سگ هستش اونجا، سه تا سگ هستش اونجا، یکی سگ ماده بودش، یکی نر و یکی بچه هم داشتم. باز من اینا دیدم یه خدایا چیکار کنم چیکار نکنم، یهو رومو کردم اونور که برن رومو کردم ولی سگ اون سیاهه اون بزرگش نمیش نره یهو من طرف من نمی وق میکنم طرف من اون لحظه تنها چارم چی بود، برگشتم دیدم مغازه‌ای که پشت من بود باز بودش. سریع دونده رفتن داخل اون مثلا مغازه، بعد دیگه سگ دیگه نمیاد داخل، چند نفر داخل بودن، همون طرف مستقیم رفتش دیگه طرف مغازه همین اولی که دیده بودم، همون طرف فرار کرد. منم اونجا هم خوشم زده بود اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بعد جونم براتون بگه که واقعا خطرناک بود، مثلا اگه اصلا اون لحظه اگه مثلا مغازه بسته بود دیگه من بودم اون سگو. و جدا از چوری خودش مواظب خودتون باشین که واقعا سگا خطرناکن. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب کنید تا ویدیو دیگر. بدرود.